avec l'arme nucléaire, le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour... موضع‌گیری‌های اخیر امانوئل مکرون درباره اوکراین و پیشنهاد اعزام سربازان غربی برای پشتیبانی از این کشور در جنگ با روسیه با بازتاب گسترده‌ای از مخالفت‌ها و انتقادها همراه بوده است. رئیس جمهور فرانسه برای متقاعد کردن گروه‌های مخالف دولت، رؤسای احزاب مخالف را به کاخ الیزه دعوت کرد. این نشست چند ساعته نتیجه ملموسی نداشته و نگرانی‌ها را بیش از پیش در بین نخبگان سیاسی این کشور افزایش داده است. Parce que le président de la République, en fait, nous a dit, c'est qu'il confirmait les propos qu'il a tenus. رئیس جمهور فرانسه به ما سران احزاب اعلام کرد برای کمک به اوکراین خط قرمز وجود ندارد. این موضع‌گیری جدیدی است. من حس می‌کنم کشور ما در مسیر درستی حرکت نمی‌کند. این برای همه ما خطرناک خواهد بود. بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته 68% از مردم فرانسه با موضع‌گیری‌های اخیر مکرون درباره اوکراین مخالفت و 77% شهروندان نیز نگرانی خود را از ادامه جنگ اوکراین ابراز کردند. بر این اساس تورم و قدرت خرید در نزد مردم فرانسه نسبت به جنگ اوکراین اولویت دارد. با وجود جنگ اوکراین همه چیز در سایه قرار گرفته. با این حال من ترجیح میدم درباره اقتصاد، معیشت و قدرت خرید صحبت کنم. از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه در نقش سکاندار حمایت از اوکراین و آتش بیار جدید معرکه اوکراین با پیشنهاد گزینه‌هایی چون اعزام نیرو به این کشور در انزوا قرار گرفته است. اصلی ترین متحدان فرانسه مانند آلمان، انگلیس، امریکا و به طور کلی ناتو ضمن مخالفت با پیشنهاد مکرون اعلام کردند به خاک اوکراین ورود نخواهند کرد. اظهارات اخیر مکرون درباره جنگ اوکراین و روسیه بی ارتباط با آرزوی دیرینه‌اش برای رسیدن به جایگاه رهبری کشورهای اروپایی نیست. به ویژه آنکه این روزها امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و سایه‌اش بر سر اروپا کم شده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.